السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران موحدان، بارک الله فیکم. بهترین و افضلترین وقت قبول دعا در ماه مبارک رمضان هر روز پیش از دهان گشودن می باشد. 5 و 10 دقیقه پیش از اینکه روزه را بکشایید در پهلوی درسخوان خود بشینید، یا که زنها اگر در آماده کردن غذا و آماده کردن دسترخوان رمضانی مشغول باشند، در همین راه خود، در کار خود، در همین مشغول بودن خود هم با زبان خود به دعا کردن مشغول باشند. 5-10 دقیقه پیش دعا کردن بهترین و سختترین دعا هست. لا يرد دعاء الصائم، دعای کسی که روزه دار است و پیش از 5 دقیقه 10 دقیقه پیش از گشودن روزه دعا میکند، در نزد الله رد کرده نمی شود و این دعا حتما قبول است. برادران عزیز و خواهران بزرگوار، در حق خود دعا بکنید که موحد باشید، در حق امت اسلام و در حق پدر و مادر خود و برادر و خویش و تبار خود دعا بکنید که هدایتشان کامل و موحد باشند، و در حق علما و طالب علمان اهل سنت و جماعت دعاگو باشید که الله حفظشان نماید از کافران مرتدان و منافقان و از دشمنان انسی و جنی. همه برادران و داعیان و علما و طالب علم اهل سنت پس نگه دارد. دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی همه شما برادرانی که در این گروه هستید و همه برادران موحدی که در این گروه نیستند، دعا میکنیم که الله حفظشان بکند، هدایتشان را کامل بکند و تمام خواسته های خوبشان را الله برآورده بگرداند و از جمله موحدین و نجات یافتگان در این دنیا و آخرت بگرداند و این گروه ما را گروه مبارکه بگرداند و این گروه ما را سبب پیشرفت برادران مسلمان و سبب معلومات گرفتنشان و سبب موحد شدنشان بگرداند. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.